سلام بچه ها، امیدوارم که عالی باشین. میریم سراغ ادامه بحث مجموعه. میرسیم به مجموعه های برابر. همونطور که میدونید مجموعه های برابر چه مجموعه هستند؟ مجموعه هایی رو بهشون میگیم برابر که تعداد عضوها با هم برابر باشن تو مجموعه و عضوها یکسان باشن. یعنی چی تعداد عضوها برابر باشن؟ یعنی اگر یک مجموعه 4 عضو داشته باشه، مجموعه دیگر هم 4 عضو باشه. عضوهاشون یکسان باشه مفهومش چیه؟ یعنی اینکه اگر یک مجموعه عضوش 2 3 4 باشه، اون یکی مجموعه هم 2 3 4. حالا جابجا بشم اشکال نداره، بشه 3 2 4، ولی دقیقاً تک تک اعضاشون با هم مثل هم باشه. خب سوالاتی که توی این قسمت میاد، دو نمونه سوال هست. یکی این که به این شکل میاد: اگر دو تا مجموعه رو بهتون میدن، برابر هستن و از شما میخوان که مجهولاتش رو به دست بیارین. مثلا قسمت A به شما گفته دو مجموعه 2x به علاوه 1 و 8 مساوی 13 و 8. مقدار x رو به دست بیارید. خب بچه نگاه کنید، اینجا 8 و 8 با هم برابرن. خب کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، این دوتا ثابتن، برابرن. میرم سراغ اینجا که مجهول دارم، میگم 2x به علاوه 1 مساوی کدوم؟ 13 از این یکی. خب بعد چی کار میکنم؟ 2x رو نگه میدارم. حل یه معادله هست، یه معادله ساده که تو هفتم خوندین، مساویه. خب 13 میمونه، 1 میخواد حرکت بکنه بیاد سمت راست، پس علامتش میخواد از یه عوارضی رد بشه، علامتش مثبته، باید چی بشه؟ تغییر علامت بده، میشه 12. خب سوال بعد، این دو مجموعه گفته مساوی هستن، مقدار x و y. اینجا دوتا مجهول دارید و دوتا مجهول باید به دست بیارید. خب بریم ببینیم چطور حلش کنیم. 4x منهای 1 و 9 مساوی هست با چی؟ با 15 و منفی 3y. خب 9 و 15 که با هم برابر نیستن، پس قطعاً باید بیام اینجا که 4x منهای 1 هست و مجهول هست توی این مجموعه، با معلوم این مجموعه مساوی هم قرار بدم. یعنی اینجا که مجهوله با عددی که اینجا داریم که ثابت هست. خب میگم 4x منهای 1 مساوی 15. دوباره یه معادله هست، حل میکنم. برای حل معادله مجهولات رو یک طرف قرار میدم، معلومات رو یک طرف دیگه، یک طرف از تساوی منظورمه. خب میگم 4x سر جای خودش، عددها باید کنار هم قرار بگیرن. خب این منفی 1 رو من اینجا بر میدارم، میارم میذارمش کنار 15. 15 جابجا نشده دیگه، سر جای خودشه. خب منفی 1 علامتش باید تغییر بکنه، میشه مثبت 1، میشه 16. حالا توی این مرحله من x رو باید تک کنم، یعنی ضریبش 1 بشه. این 4 باید از بین بره. چیکار کنم این 4 از بین بره؟ پس شد 4x مساوی 16. برای از بین بردن این 4، ببینید ما توی ریاضی باید دو طرف این رو بر یک مقداری تقسیم کنیم، چون اینجا ضربه دیگه. به چی تقسیم کنم که این 4 از بین بره؟ به خود 4. اینجا به همین 4 باید تقسیم بشه. 4 با 4 ساده میشه، x تنها میمونه، اینجا هم میشه 4. پس x برابر میشه با 4. خب حالا بریم سراغ y رو به دست بیارم. خب y من کدومه؟ منفی 3y. باید مساوی با چی قرارش بدم؟ با 9 از این ور دیگه. پس جوابم چی میشه؟ اینجا دیگه چیزی رو نمیخواین حتی حرکت بدین، ولی اینجا منفی 3y مزاحمه، باید بر یه منفی 3 تقسیم کنیم. خب این منفی 3 با این منفی 3 ساده میشه، فقط چی میمونه؟ y میمونه. 9 سوم هم ساده میشه 3. پس این یک مدل از سوالاتی هست که احتمال اومدنش وجود داره. خب سوال دیگه ای که خیلی مهمه و احتمالش بیشتر از سوال قبل هستش، اینه که به شما دو تا مجموعه برابر رو میدن، بعد داخل مجموعه ها مقدار چی داریم؟ مجهول داریم. داخل مجموعه ها مقدار چی داریم؟ مجهول داریم. ببینیم اینا رو، مقدار مجهول نه بچه، منظورم مقدار جا خالی دارید. خب بریم حلش کنیم. برای این سوال
اولین کاری که باید انجام بدین اینه عددهایی که به ظاهر سختن، مثلا کسری هستن یا رادیکالی هستن، اگر ساده میشن رو باید سادهشون کنیم. خب 7 که منفی 7 که عدد اسروندیه، 1/3 که ساده تر نمیشه، منفی 75 فعلا نگهش میدارم. میام اینجا 7 21 آیا ساده میشه؟ بله، 7 به 7 1، 21 به 7 میشه 3. پس جوابم شد 1/3. رادیکال 49 25 ساده میشه دیگه. 49 ببین بچه اینجا توی رادیکال ها بهتون میگم اینجا میتونم سادهش بکنم، یعنی رادیکال هاشو جدا کنم صورت و مخرج، بعد سادهشون کنم. 49 جذرش چند میشه؟ 7. 25 جذرش چند میشه؟ 5. پس ساده شد، شد 7 پنجم. برم ببینم شبیه به هم داریم. خب نگاه میکنم میبینم شبیه به هم من چی داریم؟ 1/3 اینجا دارم، 1/3 اینجا دارم. خط میزنم که این از بین بره چون نیازی بهش دیگه ندارم. خب حالا بریم اینجا. منفی 3/4 و منفی 75 معادل هم نیستن. اگر من بیام 3 رو بر 4 تقسیم بکنم نمیشه 75 چرا میشه؟ درسته؟ خب میشه 75. پس این دوتاشون هم منفی هستن، معادل همن. پس اینم با این خط میخوره. چی برا من مون؟ یه منفی 7 از اینجا میمونه، یه 7 پنجم از اینجا. معادلی هم ندارن، پس باید من این منفی 7 رو بیام بذارم جای خالی که اون منفی 7 اینجا هم قرار بگیره، چون باید تک تک اعضا با هم برابر باشن. الان 1/3 با 1/3 رفت، داشتیم 75 با 75. از این طرفم 7 پنجم اینجا دارم، اینجا ندارم، اینجا هم یک 7 پنجمی توی جای خالی قرار میدم. خب بریم این یکی رو حل بکنیم. این یکی سوال کتابتونم هست بچه‌ها، چون سوال یه خورده شاید سنگین بود تصمیم گرفتم که اینو حلش کنم براتون. خب ببینید میام اینجا ساده میکنم، 9/3 میشه 3. درسته؟ البته نباید خط میزنم اینجا. خب 9/3 میشه 3. این 3 هم با این 3 از بین میره دیگه. چرا از بین میره؟ خط میخوره، یعنی مساوی هستن تو دوتا مجموعه. چون مساوی هستن پس میذارمش کنار، میرم سراغ بقیهشون. الان اینجا 2 پنجم هم با این 2 پنجم برابره، پس اینم میره کنار. میمونه 5 از اینجا و 4. اینجا هم 2 تا عدد دارم. بچه‌ها مطمئن باشید که این عددها که این 5 ممکنه میتونه بیاد اینجا قرار بگیره، یا این 4 میاد اینجا، یا مثلا اینو باید بیاریم اینجا. باید ببینیم ساده تر میشه یا نه. بیام اینجا رو ساده کنم. رادیکال 25 چند میشه ساده شدش؟ میشه 5. خب پس این 5 با این 5 وجود دارن، هر دوتاشون وجود داشتن، میذارمشون کنار. میام اینجا که رادیکال دارم، بچه دقت کنید توی رادیکال ها، رادیکال 144 یکم شاید بزرگ باشه، ولی اگر سر جلسه امتحان به شما اجازه ماشین حساب آوردن و ندادن، شما مجبورین اینو حفظی جواب بدین دیگه. رادیکال 144 جذرش چند میشه؟ جز عددهایی هست که باید حفظ کنید، میشه 12. خب سادهش اینو خط میزنم، میشه 12. حالا منفی 12 دارم تقسیم بر 2 تا 4 تا، منفی هم به توان عدد زوج که برسه میشه مثبت. خب این تو توانها توضیح میدم. 4 به 4 1، 12 به 4 میشه 3. پس جوابم شد منفی 3. خب همش ساده کردم. بریم ببینیم چی باید اینجا بذارم، چی رو باید اینجا بذارم. 5 که با این 5 رفته، 2 پنجم هم که با این 2 پنجم رفت، 3 هم با این 3 گذاشتیمشون کنار. یه منفی 3 اینجا دارم که اینجا ندارم، پس قطعا جواب اینجا منفی 3 هست. یه دونه 4 هم اینجا دارم که اینجا ندارم، پس 4 هم میذارم اینجا. پس این سوالات رو بچه ها شما تنها کاری که میکنید اینه، اول مثل من اونهایی که ساده میشن رو ساده میکنم، اونهایی که مشترک هستن تو این مجموعه و این مجموعه کنار میذارم. حالا میتونید خط بزنید، دایره بیارید دورش، فرقی نمیکنه. بعد اونهایی که میمونه از این مجموعه و این مجموعه که مثلا عددی اینجا هست که اینجا نیست، مینویسم اینجا. عددی اینجا هست اینجا نیست، مینویسمش
این طرف که کامل بشه. خب من یه یادآوری براتون بکنم بچه‌ها. ببین رادیکال 100 این عددا رو حفظ کنید. جذرش میشه 10. رادیکال 121 جذرش میشه 11. رادیکال 144 جذرش میشه 12. رادیکال 169 جذرش میشه 13. ببین 10 11 12 13. رادیکال 196 جذرش میشه 14. رادیکال 225 جذرش میشه 15. خب اینا رو میتونید حفظ کنید تا این اندازه. بیشتر از اینم بعید میدونم بهتون بخوام بدن و این عددها رو اگر ماشین حساب نداشتین سر جلسه میتونید از این عددها استفاده کنین به شرط اینکه حفظ باشید. خب این از مجموعه های برابر. بحث بعدیمون که بحث خیلی جذابی هم هست و کاربردی زیر مجموعه هست. بچه‌ها زیر مجموعه چیه؟ اول که شکلش رو نگاه کنید. این شکل زیر مجموعه‌مون. زیر مجموعه شبیه به چیه؟ شبیه به عضو. فقط یه فرق داره. عضو اینجا یه خط داشت این وسط، این خط رو پاک کرده، اومده حذف کرده، اومده گذاشته زیرش، شده زیر مجموعه. بعد از اسم زیر مجموعه به چی میرسیم؟ میگیم زیر مجموعه. زیر مجموعه که نداریم، احتمالا منظور همون مجموعه کوچکتر هست. خب پس زیر مجموعه ها میان داخل مجموعه بزرگ قرار میگیرن. آیا خود مجموعه هم زیر مجموعه خودش هست؟ بله بچه‌ها ببینید زیر مجموعه از مجموعه خود مجموعه شروع میشه میاد داخل. از خود مجموعه میاد داخل. بیرون دیگه نه. از خود مجموعه شروع میشه میاد داخل میشه زیر مجموعه. من اینا رو ریزه بی ریزه توضیح نمیدم چون که قراره فقط مسئله حل کنیم و یه یادآوری میکنم. آ زیر مجموعه B یعنی چی؟ آ زیر مجموعه B یعنی هر عددی، هر عضوی که در آ هست در B هم باید باشه. ممکنه عددی تو B باشه ولی تو آ نباشه، اما وقتی که مجموعه آ کوچیک دیگه میگیم آ زیر B هست، پس باید هر چیزی که توی آ هست توی B هم باشه، یعنی آ داخل B هست. به خاطر هر چیزی که اینجا قرار داره جزء B هم میشه. آ زیر مجموعه B نباشه یعنی عضوی در آ وجود داشته باشه که توی B دیگه نباشه. پس این یعنی آ بزرگتر بوده که این اتفاق براش افتاده. حالا توهی چی هست؟ توهی هم زیر مجموعه تمام مجموعه ها هست. ببین توهی هیچی نداره دیگه، هیچ خالیه. پس هر مجموعه که بگیریم توهی داخلش هیچی داخلش یه جایی از این میتونه قرار داشته باشه. خب نکته بعد که نکته مهمی هم هست اینه که هر مجموعه چند تا زیر مجموعه داره. یه فرمول براش داریم، 2 به توان n. n چی هست؟ تعداد اعضای مجموعه. مثلا بهتون میگم مجموعه 3 تا عضو داره. خب چند تا زیر مجموعه داره؟ میگی 2 به توان 3. مجموعه 1 عضو داره میشه 2 به توان 1. اصلا مجموعه 0 عضو داره میشه 2 به توان 0. بچه مجموعه که 0 عضو داره چه مجموعه هست؟ مجموعه توهی هست دیگه، میشه خودش، زیر مجموعه خودش، چیز بزرگتری که نمیتونه بیاد داخل توهی. خب حالا به شما این سوالو میدن، ممکنه احتمالش کمه، حالا من میگم فقط میخوام زیر مجموعه ها رو یاد بگیرین. خب آ رو بهت میده 1 2 3، بهت میگه زیر مجموعه هاش رو بنویس. خب من فقط محض یادآوری اینو دارم میگم. خب ببین بچه‌ها این مجموعه یه خانواده است. خب یه پدر و مادری، یه خانم آقای ازدواج میکنن، یه خانواده تشکیل میدن. حالا ممکن هست که 3 تا بچه یه چیز داشته باشن، مثلا 3 تا تک فرزند داشته باشن. این منظورم 2 قلو 3 قلو نباشه. خب A1 بچه اولشون اسمش 1، بچه دومشون اسمش 2، بچه سومشون هم اسمش 3 هست. خب این 3 تا. بعد ممکنه بچه ها 2 قلو باشن، درسته؟ اینجوری میشه. خب مجموعه بعدی 2 قلوه، میشه یه بچه اول و دوم 1 و 2 قلو بودن، یا بچه 1 و 3 2 قلو هستن، یا بچه 2 و 3 2 قلو هستن. خب حالا یه خانواده ممکن اصلا فرزندی هم نداشته باشه.
درسته؟ پس اصلا بچه‌ای ندارن، پس مجموعه خالیه. خب آیا مجموعه آخر همه بچه‌ها عضو این خانواده هستن؟ بله. پس اینم مجموعه بزرگ. که ببینید اینجا همون که بهتون گفتم هر مجموعه‌ای زیر مجموعه خودشه. ببین هر مجموعه‌ای زیر مجموعه خودش هست. پس آ زیر مجموعه آ، تهی هم زیر مجموعه هر مجموعه‌ای هست. پس هر مجموعه زیر مجموعه خودش، تهی هم زیر مجموعه هر مجموعه‌ای هست. خب سوالاتی که اینجا امکان داره بیاد، یکی نقطه چین هست، یه دونه درست نادرسته، یه دونه دیگه هم ممکنه بیاد که من با ترکیب اجتماع اشتراک اونجا بهتون میگم. خب یک مجموعه 4 عضوی چند تا زیر مجموعه داره بچه‌ها؟ خودتون بگین. آفرین، 2 به توان 4. اشتباه نکنین ها، بنویسین 4 به توان 2، مثلا 5 به توان 2. این 2 ثابته، این 4 تغییر میکنه. مجموعه نقطه‌چین زیر مجموعه همه مجموعه هاست. آفرین، سریع بگین. تهی. این مجموعه چند تا عضو داره؟ اینجا یادآوری کردم که ببینم از عضو بودن چیزی یادتون هست. خب میگید 1 2 3 4. نه، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم که باید بیان اول سادهشون کنیم، شاید عضو تکراری داشته باشن. یادمون هست که عضوهای تکراری خونده نمیشه یکیش، فقط یه بار خونده میشه. پس جذر 16 میشه 4، 2 به توان 3 میشه 8، 16 تقسیم بر 2 8. الان ببین 2 تا 4 دارم، 2 تا 8. پس بچه عجله نکنیم برای جواب دادن، حتما با دقت جواب بدین. من از 8 یکیشو خط میزنم، از 4 یکیشو خط میزنم. چند تا عضو میمونه؟ فقط 2 تا. اگر به شما گفتش که این مجموعه چند تا زیر مجموعه، نقطش این زیر مجموعه داره، سریع ننویسین 2 به توان 4. خب اینجا سوالتون نکته داره، دقت باید بکنین. رادیکال 16 4 سادش میکنید، بعد اگر عضو تکراری داره تکراری رو حذف میکنید یکیشو، بقیهش که باقی موند و مینویسید. 2 عضو داره، پس چند تا زیر مجموعه؟ 2 به توان 2 تا زیر مجموعه. آفرین. بریم بعدی. درستی یا نادرستی گزینه‌های زیر رو مشخص کنید. میگه این مجموعه هیچ عضوی نداره. خب بچه مجموعه که هیچ عضوی نداشت چه شکلی بود؟ یا این شکلی بود یا این شکلی، ولی این اومده این شکل رو انداخته داخلش. خب مجموعه خالی هیچی اینجا نباید باشه. وقتی هر شکلی، ببین حتی خود این شکل توهی هم بیاد اینجا قرار بگیره، این دیگه چند تا عضو داره؟ 1 عضو داره. دقت کنید. مجموعه اعداد اول زوج دارای 2 زیر مجموعه است. اول باشه زوج هم باشه. خب تنها عدد اول زوج، پس تنها عدد اول زوج چه عددیه؟ آفرین، عدد 2. پس چیکار میکنیم؟ پس یه دونه فقط هست. تنها عدد زوج یه دونه هست. یه دونه عدد چند تا زیر مجموعه داره؟ فرمولش چی بود؟ 2 به توان 1 میشه 2 تا زیر مجموعه. مجموعه ها زیر مجموعه هاش چیا هستن؟ یکی خودش، یکیش هم توهیه. پس یکیش خودش، یکیش توهی، یکیش هم خودش. پس 2 تا داره. این مجموعه 2 به توان 5 زیر مجموعه داره. خب اینو میخوام ببینم خودتون میتونین جواب بدین. اینو بدادم واسه این که بچه ها ببینین نگین 1 2 3 4 5. ببین این یه عضو، همون که گفتم یه بچه میره ازدواج میکنه، بعد با همسرش برمیگردن، خودشون یه خانواده هستن، این خانواده میاد عضو این خانواده بزرگتر هست، ولی خودشون یه خانواده، یه عضو حساب میشن دیگه. خب پس این یکی، این 2 تا، 3 تا و اینم 4 تا عضو. پس نگید این 2 با این 2 شبیه یکیشو بزنم، نه، این مجموعه هست بچه ها. این یه خانومی هست ازدواج کرده رفته حالا برگشته و این چی هستش؟ یه خودش یه خانواده هست. میشه 1 2 3 4 تا. پس 2 به توان 4 تا زیر مجموعه دارد. خب بریم قسمت بعدی، قسمت اجتماع اشتراک نمودار ون تفاضل. همه رو میخوام با هم توی چند تا سوال بهتون بگم.
خب دقت کنید اینجا بچه ها، ببینید یکی از سوالاتی که احتمالش زیاده که بیاد توی امتحان اینه که بهتون میگن این مجموعه ها رو هاشور بزنید. خب این مجموعه ها رو هاشور بزنید، مجموعه این نمودارها رو هاشور بزنید. بچه ها ببینید این اگر مجموعه رو چند تا حالت میتونم نشون بدم، یا آکولات باز کنم ببندم عضوها رو داخلش بنویسم، یا اینکه نه چیکار میکنم میام توی نمودار بسته قرارش میدم. مثال بزنیم، شما تو کلاستون خب اگر دانش آموزا بیان سر صف وایسن، بعد فرض کنید یه آکولاد اول یا آکولاد آخر صف بذارن، تک تک عضوها چی شده؟ تو آکولاده. ولی اگر تو کلاستون قرار داشته باشین، کلاستون یک محیط بسته است، یک نمودار میشه، یک نمودار بسته که بهش میگیم نمودار ون و شما توی اون کلاس قرار میگیرین. پس دو تا حالت میشه مجموعه ها رو به این شکل نشون داد. خب البته که ما به صورت نماد ریاضی هم نشون میدیم، ولی حالا توی این قسمت به این دو شکل داریم. مجموعه B منهای آ اجتماع آ اشتراک B را در نمودار زیر هاشور بزنید. خب این شکل به نظرتون خیلی شکل بزرگ و ترسناکی میاد، درسته؟ بچه‌ها دقت کنید، اجتماع رو به صورت یو نشون میدم. یه لیوان در نظر بگیرید، یه سری چیز میریزید داخل از یه مجموعه، یه سری هم داخل این مجموعه تو لیوانه، لیوان پر میشه. این بهش میگیم اجتماع. اینو که حفظ کنید شکل یو، شکل لیوان، اشتراکی دیگه نیاز به حفظ کردن نداره چون تو ذهنتون میمونه. میام اینجا این مجموعه را در نمودار زیر هاشور بزنید. خب اول میام، خب این قسم بزرگه ولی من میتونم چیکار کنم؟ دست بذارم قسمت به قسمت حلش کنم. الان آ اشتراک بی براتون آسونه. آ اشتراک بی کدوم قسمت توی این شکل اشتراک آ و بی هست؟ اون قسمتی رفته با هم قاطی شده، رفته داخل دو دایره، یه نقطه قسمت اشتراکی به وجود اومده. اینو بهش میگم آ اشتراک بی. خب این قسمت تموم شد، کاری بهش ندارم. میام اینجا، حالا بریم اینجا تفاضل رو ببینیم بچه ها چی هست. تفاضل دقت بکنید، میگم B منهای آ، B منهای آ. ببینید همه اعضایی که نگاه کنید B یه عدد مجموعه هست، آ رو ازش برمیدارم، یعنی همه مجموعه B بجز اون قسمتی که توی آ هم قاطی داره. خب بریم تو شکل اول نشون بدم. میگم همه مجموعه بی، الان این مجموعه بی هست دیگه، درسته بچه ها؟ این دایره مجموعه بی هست، این دایره، حالا من این قسمتش رو به رنگ دیگه نشون بدم. خب این دایره همش مجموعه بی هست. خب قسمتی که توی آ هم مشترکه کدوم قسمت اینه؟ یعنی جزء آ هم حساب میشه. این سبزه اینجا اضافه هست دیگه، میگیم بی منهای اون قسمتی که تو آ هست. خب بخوام رنگ کنم کدوم قسمت میشه؟ ببین این قسمت میشه. این همه این میشه بی منهای آ. خب حالا میگه اجتماعشون کدوم قسمت؟ اجتماع گفتم این مجموعه بیاد با اون مجموعه بریزه توی یه لیوان. پس کدوم قسمت میشه بخوام رنگ بزنم همش رو؟ خب اجتماعشون میشه قسمت‌های رنگ خورده. پس کل مجموعه بی جواب این میشه. ببین همه مجموعه بی میشه جوابش. خب بریم سوالی که احتمالش هست که توی امتحان بیاد و احتمال زیاد داره که توی امتحان بخواد بیاد، این نمونه هست از این قسمت. خب بریم ببینیم 3 تا مجموعه ون به شما داده. خب 3 تا مجموعه ون به شما داده، بعد میگه که حالا بیان اینا رو جواب بدین. بچه یا به صورت نمودار ون به شما میده، شما باید بیاین مجموعه آ و بی و سی رو تک تک بنویسین، یا نه از اول اصلا به شما مجموعه ون رو نمیده، همین عددها رو اینجا مینویسه، میگه این آ بی سی، حالا این به این سوالات جواب بدین. خب من اومدم به صورت نمودار ون رو گذاشتم که هم شما بلد یاد بگیرید که چطور از نمودار ون بیارین توی مجموعه آکولادی، هم این که مجموعه های بقیه سوالات رو جواب بدیم. خب بریم حلش بکنیم. مجموعه آ میخوام بنویسم. ببین بچه ها مجموعه آ اینه، شما کم جداش بکنید برای خودتون، این میشه مجموعه آ. عددهایی که کاری بچه ها به این خطهایی که از مجموعه دیگه اومده ها کاری ندارم،
مجموعه آ فعلا اینه، اینا وجود ندارن. 2 5 بگید -3 آفرین 4 1 و -2. خب این از این مجموعه آ. مجموعه B رو برم. خب مجموعه B رو من با یه رنگ دیگه پررنگش بکنم. خب بریم ببین مجموعه B اینه. کاری به خطای دیگه ندارم که از مجموعه دیگه اومده. عضوهاشو بگید. 4 اینجا 1 بود دیگه. 1 0 7 9 و 8. خب مجموعه C رو بریم. مجموعه C رو هم جداش کنم. اینم مجموعه C. خب مجموعه C عضوهاش چی هست؟ -2 1 8 10 و 6. خب این از مجموعه ها. الان شما هم تونستین مجموعه ها رو به صورت عضو بنویسید، هم به صورت نمودار ون بلد باشین چطور بیاد پیادهش کنید به این شکل در بیارید. حالا بریم سوالات که بهمون داده و ازمون خواسته رو حل کنیم. n آ اجتماع b. بچه n چی بود؟ تعداد عضوها. خب آ اجتماع b رو من اول بنویسم. آ اجتماع b رو اول بنویسم. آ اجتماع b گفتیم یه لیوان، همه دو عضوهای این مجموعه و این مجموعه رو بیایم بریزیم توی لیوانه. 2 5 -3 4 1 -2. دوباره اینجا 4. بچه 4 رو بنویسم. اینجا که نوشتم. اینجا دیگه اگر قرار تکرار بشه ما تکرار تو مجموعه ها جایز نیست که انجام بدیم، پس 4 رو دیگه نمی نویسم. از این 1 رو هم نمی نویسم. داشتم 0 7 9 و 8. حالا بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا. پس n جواب من چند تا شد 10. بچه ببینید دقت کنید که از شما تعداد اعضای مجموعه آ اجتماع B رو میخواد. بریم اینجا. خب C منهای B. ما توی قسمت قبل هاشور زدن رو یاد گرفتیم، درسته؟ حالا اینجا میخوایم به کمک مجموع آکولادی بیام C منهای B رو بنویسیم. بچه ببینید مجموعه C رو بنویسید. -2 1 8 10 و 6. خب منهای تفاضل دیگه مجموعه B رو هم بنویسید. 4 1 0 7 9 و 8. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این حلش بکنیم دیگه. بریم. میگم که همه مجموعه C بجز اونهایی که در B قرار دارن. نگاه کنم ببینم چی تو B هست که توی A هم هست. 1 اینجا هست، اینجا هم هست، درسته؟ پس این یکی باید از هر دوتاش خط بخوره. من میگم چون دارم میگم فقط مجموعه های C که جز B دیگه نباشه. خب پس این خط میخوره. -2 اینجا ندارم، 8 دارم، پس 8 هم خط میخوره. 10 اینجا دارم ندارم، 6 هم همینطور. بچه کل B هم خط میزنم. من اصلا به B کاری ندارم. من B میخوام همش خط بخوره و نگهش داشتم اول واسه این که عضوهای مشترک رو از مجموعه C حذفش کنم. الان ببین دیگه چی موندن اینجا از برای ما؟ -2 10 و 6 باقی مونده. اوکی؟ خب الان ممکنه به شما مثلا بیاد بده B منهای C اجتماعش با آ. آیه منهای B دوباره تو پرانتز اشتراک، یا مثلا به شما بده آ اجتماع B منهای C. ببین این شکلی ممکنه بیاد توی امتحان، پس بیشتر تمرین کنید. کدام عبارت درست و کدام نادرسته؟ بچه اینو بهتون داده و این میگه آیا بگید این درسته یا نه. خب چیکار کنم؟ شما بگید. آفرین. بگید چیکار کنیم؟ میگم که B اشتراک C. اول میام B اشتراک C رو پیدا میکنم. بذارید من B رو بنویسم. 4 و 1 0 و 7 و 9 و 8 منهای ببخشید اشتراکش با C. C -2 و 1 و 8 و 10 و 6. درسته؟ خب حالا بیام اشتراکاش رو پیدا کنم دیگه. 4 اینجا دارم.
خب این اشتراکش نیست. 1 بله، پس 1 مشترکه تو هر دوتاش. 0 ندارم اینجا، 7 اینجا ندارم، 9 ندارم، 8م چرا 8 دارم، پس 8م مشترکه توی هر دوتاش. حالا اینجا 6 اینجا دارم، اینجا ندارم، پس اشتراک من شد 1 و 8. خب تا اینجا 1 و 8 دارم. آیا این زیر مجموعه C که -2 و 1 و 8 و 10 و 6 هست میشه؟ نگاه میکنم هر مجموعی که اینجا هست باید اینجا هم باشه. 1 رو اینجا دارم، اینجا هم دارم، 8 رو اینجا دارم، اینجا هم دارم، پس این درسته. خب بریم ببینیم 1 و 8 زیر مجموعه آ نمیشه. خب 1 آ چه عددهایی دارم؟ 1 و 8. 8 رو آ ندارم. درسته بچه 1 هست. 8م باید باشه که بگیم زیر مجموعه آ. پس میگم که 1 و 8 زیر مجموعه آ نیست، اینم درسته. 10 و 6 عضو C هست بچه، مجموعه 10 و 6 عضو C هست. اگر یادتون باشه تو عضوها گفتم عین این شکلی که سمت چپه دقیقاً باید توی اون مجموعه که میخوایم باشه. آیا فرم این مجموعه 10 و 6 اینجا هست؟ نه، فقط 10 و 6 باید این شکلی باشه که بگیم این عضو C هست. درسته؟ خب بچه این قسمت تا اینجا تموم شد. فقط احتمال میمونه که من توی فیلم بعدی احتمال حتما بهتون میگم و بعد از اون هم حالا یا با احتمال یا جدا یه فیلم میگیرم براتون از سوالات مفهومی که قراره توی این فصل بیاد، از این فصل بیاد. حالا چند تا سوال هست حل میکنم. نمونه های اون سال احتمال داره که توی امتحانتون به شکل سوالات مفهومی و کاربردی بیاد. خوشحال شدم که همراه من بودین. خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین تا هر وقت فیلم آپلود کردم شما جز اولین نفراتی باشین که بتونید فیلم ها رو ببینید و استفاده کنید. ممنونم ازتون. مراقب خودتون باشین.